برج فانوس دل دریای ایمان تاجیکستان، مطلع زرین خورشید خراسان تاجیکستان. از ستاره نیست کم دلهای چرخان در مدارت، محور منظومه کیهان سامان تاجیکستان. چون عقابان ناظر بر مرز پهنای سرزمت، از فراز قله کوه بدخشان تاجیکستان. حکمت سینا و شعری رودکی مشکل نداند، مشکلی نبود که پیشت نیست آسان تاجیکستان. وحدت خطلانی و سغدی و وخشانی ثمر شد، از نمنگان تا سمنگان همدل و جان تاجیکستان. ای سعودی بی سکوت و بی سقوط جاویدانه، نردبان آسمان علم و عرفان تاجیکستان. خب از استاد ترسونزاده یک شعر خوانید. من به چشمی بیگناه یار باور می کنم، بر نگاه نرگس خمار باور می کنم. هر کجا باشند فرزندان به منزل می رسند، بر امید مادران زار باور می کنم. می شود همسنگ من مردی که بی منت بود، بر شکوه مردی منت دار باور می کنم. رو دویدن های پلداران بود از عاجزی، تا به بی پل های همت یار باور می کنم. دولتی نامرد چون نقش در آب افتاده است، بر سرودی تازه جیبار باور می کنم. خاکساری تا به قدرت می برد روز رفیق، من به خاک خصلتم بسیار باور می کنم. از استاد صدرالدین عینی. روز عید آمد نیامد آن جفا پرورنگار، ای دل امروز نه روز عید شام غم شمار. ماتم دل دادگان باشد بله هجران دوست، روز عید عاشقان آری بود دیدار یار. زندگی باشد به روز عید آیم گفته بود، انتظارم می کشد آه انتظار آه انتظار. ای که با اغیار بنشینی به مجلس مست و شاد، گاه از غمخانه ما هم خدا را یاد آر. تا به کی باشد طفیلی ای سری خوان وصال، عینی ای محزون که می باشد حقیقی دوست دار. هم نرگس به چه معنی استفاده شده است در آن شعر؟ بر نگاه نرگس خمار باور میکنم. گل نرگس. باز از کی از یاد کردید بیشتر از هم؟ از استاد لایق. خب از استاد لایق یک شعر خوانید. ما سال خورده هستیم یا سال خورده ما را، ما عمر برده بر سر یا عمر برده ما را. ما جان سپار بودیم در حاجت زمانه، یا اسم جان سپاری آسان سپرده ما را. با یار نارپیستان خفتیم غافل از آن، همچون انار شیرین دست فشرده ما را. راهی دراز طی شد در عمر کوته ما، راه فسرده کردیم یا ره فسرده ما را.
در پیش چشم خورشید هرچند کم نبودیم، کم دیده چشم کم بین کمتر شمرده ما را. گم کرده های ما را هر زنده دل بیابد، دل مردگان ولیکن خوانند مرده ما را. آفرین. شما اولین غزلی که از استاد رستم وهاب قرائت کردید در آنجا 3 واژه صعود، سکوت و سقوط. صعود با کدام معنا است؟ صعود به معنای بالا برآمدن و سکوت به معنای خاموش ایستادن، سقوط به معنای از بلندی افتیدن. سلامت باشید. حالا من یک مصرع غزل رو میگویم، شما دوام میدید. باشد عزیزم. زندگان را زندگانی میکشد، زندگان را زندگانی میکشد، مردگان را به نشانی میکشد. از جوان مردان مشو غافل دمه، مرد را در دینی هانی میکشد. شکوه با دریا به خود کردن حرام، ماهیان را به زبانی میکشد. آدمی را پیر کرده پیر چرخ، با هوس‌های جوانی میکشد. طالبان دولت دیدار را، حسرت آن لنترانی میکشد. تهمتن با داغ روین تن گذشت، دوستان را بدگمانی میکشد. الحذر زود باوران صدق را، نازش نیک زبانی میکشد. 100 بحر را گذشتم و در ساحلم هنوز، 100 بحر را گذشتم و در ساحلم هنوز. 100 باغ میوه چیدم و بی حاصلم هنوز. 100 بند را کشادم و رستم ز 100 بلا، نکشاده است عقده بند دلم هنوز. 100 مرگ پشت سر شد و 100 درد زیر پا، در حفظ خویش آنقدر ناقابلم هنوز. بشنیده اسرارهای عصر اندرز شاعران، کسبی کمال کرده و ناکاملم هنوز. یک عمر راه جسته و یک جا ستاده ام، تا آسمان پریده و پا در گلم هنوز. نیلوفر و 100 برگ و سمن را نفروشید، نیلوفر و 100 برگ و سمن را نفروشید. یک برگ خزان رنگ چمن را نفروشید. زر می رود از دست به آن مهر نبندید، یک ذره این خاک کهن را نفروشید. بندید سگ نفس که آن سیر نگردد، در دشت که ماندید دمن را نفروشید. دارند ز گلهای وطن رنگ به دشمن، اطلس نفروشید چکن را نفروشید. از مژه و ابروی دیگر نسخه نگیرید، یک موی خداداد بدن را نفروشید. بیداغ گل نیست به جز چهره مادر، آن لاله رخساره زن را نفروشید. رنگی که به آن آب رسد اصل کند گم، میرید ز محتاجی و تن را نفروشید. پنهان میکند شرمگه مرده خود را، از مال دیار است کفن را نفروشید. دشمن نشود دوست فراموش نسازید، بر عهد ته جهد سخن را نفروشید. تاریخ بد و نیک فراموش نسازد، گردی فرح غصه شکن را نفروشید. از خلعت هستی نرود داغ خیانت، جان را بسپارید و وطن را نفروشید.
маълум аст ки шумо дуруст пешниҳод кардед ҳар он чӣ ки медонед ва чун анъана ки ман рубои дубайтиро низ мепурсам як маротиба баъзе рубои дубайти барои шумо пешниҳод мекунам шумо давом медиҳед. Бошад азизам. Хоб. дар оина худро нигаристам саҳарӣ. در آینه خود را نگریستم سحری گفتم که مقابلش نیستم سحری آینه روی من در آینه نبود با آینه رو برو گریستم سحری қишлоқаки кӯдаки ман قشلاقک کودکی من لب لب غار دیوار سفیدش از سفیدار قطار کوتاه و دراز سایه جرهایش چون ساعت دیواری آن در دیوار чун меши замин дар осмон ҳам меш аст چون میش زمین در آسمان هم میش است چوپان قضا از این و آن تشویش است هر شب چو سفیده دروغ سحری دندان سفید گرگ هم در پیش است. саломат бошед омадаҷони азиз ман аз рубои дубайти низ пурсидам маълум аст ки инашро низ шумо пурра аз ёд кардаед ҳар он чӣ ки дар ҳуҷҷат аст маълум аст ки шумо аз худ кардаед ва медонед барои шумо муваффақият. романи ғуломонро ки навиштааст رمان غلامان را استاد صدرالدین علی نوشتند. дар ҳамин роман аз чанд насл сухан меравад از درباره سه نسل سخن می‌رود. киҳо ҳастанд نسل یکم نقدم بابا غلام رحیم داد، نسل دوم ارگشی بابا غلام، نسل سوم حسن. аз ҳамин наслҳое ки устод айниз тасвир кард кадомаш боғайраттар дар роман باغیرتر тасвир از шуданд همان امی نسل ها اساسا نسل دوم ارگش می باشد که وی بسیار باغیرتر بود ولی بابا غلام اینقدر غیرت هم نمیکرد و حسن نیز اینقدر غیرت نمیکرد. ҳамин боғайраташон дар чӣ зоҳир мешуд وقتی که در دوره انقلاب در بیابان خار میچیدن ناگهان رعد و برق می شود آنها به پناه یک خانه می روند که در آنجا آنها را داشته و قوتن در نزد گوسفندها می درآورند و یک رسمان نیمداشت را گرفته دست پای ارگش را می بندند که وی پیر است و برآمدن نمی تواند لیکن ارگش با خودش یک دوست داشت که آن رسمان را پاره کرده برآمده می رود و در نزد اسکران سرخ به اسکران سرخ همراه شده همراهانش را که در زندان امیری نگه می داشتند رفته با همراه اسکران سرخ آزاد می کنند. хуб дар ин повести одина қаҳрамони асоси киҳо ҳастанд آدینه، گلبیبی، بیبی آیشه، ارباب کمال، عباد، پسرش. хуб чӣ сабаб шуд ки гулбибиро ба одина надоданд آدینه وقت بار یکم که آمد از سفر خیلی انجام آورده بود به خاطر توی لیکن در راه در رومال نزد زکات همه انجامهایش را گرفتند باز وقتی که به شهرشان وارد شد ملا قاضی املاکدار از آنها یگان چیزی به زوری زجر می‌ستاندند و وقتی به خانه رسید وی یگان چیزی در دستش نداشت و برای همین باز دوباره به سفر برآمدنی شد تا که اسباب توی را دوباره تیار کردن بیارد تا که توی را شروع نماید و گلبیبی را به همسری بگیرد لیکن وقتی که دوم باره به همان جا می رود به بیماری سیل گرفتار می شود در اینجا بیبی آیشه می ففتد و ارباب کمال گلبیبی را زورم برده به خانه خودش می دراند و نکاح کرده می گیرد و یگان توی هم نمی کند زورم از خانه بیبی آیشه از موهای سری وقت خپیده برده در خانه خودش نگاه می دارد و با پسر خود ایبا نکاح می کند آدینه که به بیماری سیل گرفتار شده بود او را به تاشکند می فرستانند در اینجا گلبیبی نیز می‌ففتد چون که ارباب کمال گلبیبی رو می‌کشد و بعد از همین بیبی آیشه نیز می‌ففتد گلبیبی نیز می‌ففتد و آدینه نیز. فردوسی رو خوندگی هستید؟ هوشنگ کی بود دخترم؟ هوشنگ پسری فردوسی بود که در دبستان میخواند ولی یک روز فردوسی میفهمد که وی عرق نوشی میکرده است وی را جنگ کرده تنبیه میدهد و 3 روز از خانه بیدرنگ میشود یک روزی بارانی میآید که تبش بلند است و از دنیا میگذرد. وقتی که ما بستتون رو کشیدیم ما نمیدونستیم که شما از کجا بودید. من معلم بایم تاکید کردم که اهمیت که یگان خطاگی ندارد. یگان خطاگی ندارد. من مخصوص غزل‌هایم دیدم که غزل‌هایم خطاگی ندارد دخترم. بعد انتخاب غزل خیلی به درجه عالی است. وقتی که شما از عینی، از لاحق، از ترسونزاده، از رستم وهاب،
شعرها گفتید، غزلها گفتید، این بهترین انتخاب است. فهمیدید دخترم؟ و غیر از این وقتی که ما دیدیم که نثر شما خیلی پردامنه است، از صدرالدین عینی آغاز کردید تا با اون نویسنده هایی که امروز آنها فعالیت میبرند، یعنی تمام نظامنامه آزمون فروغ صبحی دانایی را فراگیر است. اولا با استادتان من تشکر زیاد میگویم و بعدا با خودتان عرض سپاس میگویم که خیلی به درجه عالی برآمد کرده. تشکر زیاد. گر وطن دل را تو میخواهی فدا سازم به جان، دل برای مهر تو ای مهر من باشد مکان. دل بدان از مهر تو یک لحظه هم بیگانه نیست، همچو مرغ کردن در شاخ مهرت آشیان. شوکت دل، شادی دل، هستی دل با تو است، هرچه میخواهی بفرما دل به فرمانت روان. من نه تنها دل تن و جان هم فدایت میکنم، تا شوم چون قهرمانان تو من هم قهرمان. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم بگاه جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه دادم که مادرم، روی لبش به غیر وداع پسر نداشت. مادر فرشته بود پر خود کشاد و رفت، از بس علاج پیشی قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود دقیقاً فرشته بود، حتی بدوش بال و پری هم اگر نداشت. آفرین غزل کی بود که خوندید؟ غزل آذر. استاد عینی درباره مکتب شعر دارد، از یاد میدونید؟ بله. خونید. ای مانده قدم برای مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. مکتب به تو داد علم و آداب، مکتب به تو داد دوری نایاب. مکتب به تو رهبری یقین است، مکتب استادی علم و دین است. گه فرزندی تو از تو گریزد، گه فرزندی تو از تو گریزد. گه شبنم به گلزارت نریزد، گه مه در شب تنهاییت نیست. گه موشی رهی با تو ستیزد. کسی از نیکی آسیب ندیده است، کسی از نیکی آسیب ندیده است. کدامین باری که جای رسیده است، به مثل داروی دکتر که بی حق، اگرچه تلخ باشد هم مفید است. جهان و زندگانی با تو زیبد، جهان و زندگانی با تو زیبد. سرود و شادمانی با تو زیبد. جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبد. پیام صبح خورشید است، پیام صبح خورشید است وحدت، چو در گهواره امید است وحدت. بود تفسیر وحدت زنده بودن، همیشه عید در عید است. گوشواره کرامت الله میرزا خونده هستی؟ بله. کی گوشواره از رستم. مادر میراث ماندگی را؟ رستم. چی سبب می شود که او گوشواره را میفروشد؟ خواهرکانش که رستم میمونه. خواهرکانش کیا بودن؟ حبیبه کی و خواهرش نظیره. علمی واقعه در کدام دوره به میان آمده است؟ کدام زمان بود که گرسنه میمانند، قحطی؟ پدر و مادرش وفات میکنند. پدرش در جنگ میکنند، مادرش باشد بیم. شما همونه گویید؟ جنگی بزرگی وطنی. من گناهکارم را خوندگی هستید از رمان پرسید؟ بله. خوندگی هستید؟ زینب کبیر و کی بود؟ دوست داشتی. در کجا کار بود. میکرد؟ در معارف کار میکرد.
саломат бошед абдуаҳад. ملکی همدان آبی شیرین دارد یادی گذشتگان دیرین دارد چون حق نمک به پیشوای مهمان یک کوه بلند خواجه مؤمن دارد. از مؤمن قناعت چی از یاد کردی؟ غزل. از مؤمن قناعت بله؟ از خلیج فارس می آید نسیم فارسی ابر از شیراز می آید چو سیم فارسی دور از این دریا نمی جویم چو دور افتاده است از تگ دریا ته چشمی یتیم فارسی می رسد از کشتی بشکسته شیری بشکست شعر هم بشکست با پندی قدیمی فارسی شیخ را سرمست دیدم یک شب از بوی نفت رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی. از کتاب های درسیتون هم شعر از یاد میدونید؟ بله. چی شعرن در کتاب های درسی شما؟ لایق شعرالی زمین داری زمان داری تو امروز جهان در جهان داری تو امروز سرودی تو به کنج دل نهان است چو پرواز عقابان به نشان است در این ایام ملک نازنینم تو را در صبح خورشیدی ببینم در این روزی تو من آینده یابم شوم همراه و همراهت شتابم چو مادر تو بزرگ و پایداری که اول داری و آخر نداری. آفرین. این در کدام کتابتون است؟ در کتاب زبان مادری. در کتاب زبان مادری. اینجا کلمه خورشید است. چی معنی دارد خورشید؟ آفتاب. آفرین. داستان هم از یاد کردید؟ بله. از کدام داستان؟ از غفار میرزا از میرزا ترسونزاده. خب از میرزا ترسونزاده کدام داستانش؟ جان شیرین پسر وطن سیاه هند. از سه داستان. خب از سیاه هند چی از یاد کردی؟ کودک مه گشت با قوطی خود در خیابان لبی بحر کبود می توانستی که در چشمان او پیبری از مقصد پنهان او می دوید آن هر طرف با جستجو سوی هر یک راه گذر آورده رو آگهی می داد سیمای پسر کامده است اینجا وی از ملک دیگر او نریزانده است خون ناف خود در همین شهر لبی بحر کبود گشت معلوم که افغان بچه است ساده و گمراه و نادان بچه است گشت معلوم که مهمان آمده است مهمان از ملک افغان آمده است گفتم ای سیاه هندی کابلی کودکی خوردی و در حکم گلی جسم خوردت را به پشت هندوکش کی هوا داد از چی میگردی خموش؟ اون سیاهی چی؟ هند. این سیاه هند خودش از کجا بوده است؟ از ملک افغان. از غفار میرزا چی گفته؟ گنجشکک. گنجشکک از یاد کرده. چند چیز خونید؟ چند بیت خونید از اون؟ یک تا گنجشکک بوده است پیشانیش قشقه بوده است گوشی چپش خاریده است یک هفته برف باریده است برفی بلند باریده است یک قدی من باریده است گنجشکک گوش نمانده است گوشنه و تش نمانده است بیچاره این سو رفته است بیچاره آن سو رفته است این سو رود دانه نیست آن سو رود دانه نیست همه تگی برف مانده است برفم مرا پوشانده است در یک درخت نشسته است از گشنگی کرخ شده است از خنکی یخ شده است در یک درخت نشسته است از گشنگی یخ بسته است کرخ شده است نه یخ بسته است саломат бошед ки омадед